با درود خدمت شما دوستان عزیز. در این ویدیو چکیده مقاله‌ای رو بررسی می‌کنیم با عنوان VLAD Task Agonistic VAE Based Lifelong Anomaly Detection که از مجله معتبر نورال نتورکس سال 2023. خب ترجمه عنوان مقاله میشه VLAD که روشی هست بر پایه VAE که در واقع یک روشی برای تشخیص انومالی های لایف لانگ که بر پایه VAE هستن و تاسک اگونستیکن، یعنی بدون تعلق به وظایف خاص که حالا بررسی میکنیم با هم متوجه میشیم. خب در ابتدای چکیده مقاله گفته شده که لایف لانگ لرنینگ نشون میده که یک پارادایمی در ماشین لرنینگ به وجود اومده که هدفش طراحی روش‌هایی برای آنالیز دقیق و ارائه اون هست در محیط‌های دنیای واقعی به صورت پیچیده و داینامیک. اگرچه یه سری تحقیقات زیادی هم انجام شده در زمینه ایمیج کلاسیفیکیشن و رینفورسمنت لرنینگ، اما کارهای محدودی انجام شده در مشکل تشخیص ناهنجاری‌های مادام العمر. یک متد موفقی که در زمینه انومالی دیتکشن بخواد کار کنه، علاوه بر تطبیقش به محیط‌های changing environments، محیط‌های متغیر و preserving knowledge، حفظ دانش باید از فراموشی فاجعه بار هم جلوگیری کنه، در حالی که روش‌های آنلاین و پیشرفته انومالی دیتکشن توانایی دیتکت انومالی ها رو دارند، اما تطبیقشون روی محیط‌های و میتونن روی محیط‌های متغیر مطابق باشن، اما برای اینکه دانش‌های گذشته رو بتونن حفظ بکنن پس نالج ها رو برای اینا طراحی نشدن. به عبارت دیگه لایف لانگ لرنینگ ها فوکوس میکنن روی تغییرات محیطی و حفظ دانش، اما برای تشخیص ناهنجاری ها ساخته نشدن و اغلب هم نیاز دارن که بهشون تاسک لیبل بدیم یا تاسک باندریز، که یعنی یه سری وظایف رو بهشون لیبل وظایف، مرزبندی رو براشون مشخص کنیم که حالا اینا در سناریوی تشخیص ناهنجاری مادام العمر به صورتی که بی تعلق به وظایف خاص باشن، یعنی تشخیص ناهنجاری های مادام العمری که بی تعلق به وظایف خاصی باشند، خب در دسترس نیست. در این مقاله اومده VLAD رو معرفی کرده که یک روشی هست بر پایه VAE Based Lifelong Anomaly Detection Method که تقریبا میگه همه این چالش ها رو حل میکنه به صورت همزمان در سناریوهای بی تعلق به وظایف خاص پیچیده کامپلکس. و در این قسمت VLAD
ترکیب میکنه تشخیص نقاط تغییر مادام العمر رو و یه مدل مؤثر آپدیت استراتژی که ساپورت میکنه توسط experience replay، یعنی بازخورد تجربه، بازپخش تجربه، با یک بازپخش تجربه با یک حافظه سلسله مراتبی که حفظ شده باشه و اینا هم توسط تلفیق و خلاصه سازی. یه ارزیابی کمی گسترده هم انجام شده که شایستگی این روش رو در انواع مختلفی از تنظیمات کاربردی نشون میده و به ما گفته شده در این چکیده که VLAD بهتر عمل میکنه از روش‌های پیشرفته برای انومالی دیتکشن که ارائه میکنه یک استحکام بیشتر و یک عملکرد بهتری رو در کامپلکس لایف لانگ ستینگ، یعنی کاربردهای مادام العمر پیچیده. خب دوستان، شما میتونید اگر دوست داشتید میتونید اعلام کنید که ما این مقاله رو به صورت کامل هم برای شما بررسی بکنیم. ممنون که همراه بودید. سابسکرایب و لایک فراموشتون نشه.